بانک ملی تاجیکستان روز چهارشنبه سبب‌های بالا رفتن قرب رسمی دلار را شرح داد. نمایندگان بانک در اظهارات گفتند هدف از این تصمیم کاهش دادن فشارهای قربی و از بین بردن فرقیت در بازار بینی بانکی است. در اظهارات به وضع نامعتدل اقتصاد جهانی و کاهش یافتن قرب پول ملی شریکان رشد تاجیکستان هم اشاره شده است. بالاروی قرب رسمی دلار در حالی است که هفته‌های اخیر صاحبکاران از کمچینی شدید دلار در بانک‌ها شکایت داشتند و گفتند که بانک‌های تجارتی تاجیکستان اصلا به کسی دلار نمی‌فروشند. چون این وضعیت اساساً صاحبکاران را نگران کرده بود که به واردات محصولات از خارج مشغولند و دلار برای آنها خیلی ضروری است. صاحبکاران از آن نگرانی کردند که اگر بانک ملی سیاست قربی خود را تغییر ندهد ممکن است در هفته‌های آینده واردات محصولات کم شده و بازار به کمچینی محصولات روبرو شود. ولی بالاروی قرب دلار در تاجیکستان تقریبا به زندگی اکثریت ربط میگیرد، چون بسیاری ها از حالا نگرانند که بالاروی قرب دلار باز هم بهانه برای بالا بردن نرخ در بازار می شود. خب الان شاید نرخ نوام بلند شد، مثل گپ انا هیچ گرفتن نمیتونه، مثل نرخ بلند برایش که دلار که خیلی همش خسته میگم. نگرانی ساکنان در حالی است که بانک ملی تاجیکستان گفته است سبب‌های اساسی پس شدن قرب رسمی سامانی این ادامه یافتن توازن منفی سودای کشور، کم شدن پول‌های انتقالی و سرمایه خارجی به کشور و وابسته به این کم شدن پیشنهاد اسعار خارجی در بازار داخلی به حساب می‌رود. کمبود دلار برای اقتصاد تاجیکستان در سالهای اخیر به یکی از مسئله‌های مهم تبدیل یافته است. مقامان چنین حالت را اعتراف می‌کنند و می‌گویند سبب این کار منفی بودن توازن سودای خارجی کشور است. اگر ساده‌تر بگویم تاجیکستان سالانه با مبلغ بیش از 1 میلیارد دلار به خارج محصولات صادر می‌کند، ولی در عوض از خارج با مبلغ بیش از 3 میلیارد دلار به کشور محصولات وارد می‌شود. در سال روان این بار دوم است که بانک ملی تاجیکستان قرب رسمی دلار را بالا میبرد. بار آخر ماه مارس امسال قرب رسمی دلار در برابر سامانی بالا برده شده بود. مولا رجب یوسفی، امرالدین عالموف، آزادی دوشنبه.